سلام دوستان، به کانال من خوش اومدید. امروز اومدم با آموزش بافت این بند کیف زیبا. خیلی زیباست و خیلی هم راحت بافتش. با کم دقت میتونید به راحتی یادش بگیرید و برای کیفاتون ببافید. من با نخ رافیا بافتمش. بافتش تقریبا گیس بافه. چند تا زنجیره میزنیم. البته من اینو بگم، این نکته رو، من با 2 تا حلقه، این با 2 تا حلقه جدا جدا بافته میشه، به هم وصل میشن. 2 تا حلقه میبافیم، بعد به هم وصلش میکنیم. یه زنجیره رو میزنیم، 1 2 گره رو سفت میکنیم، گره اولی رو 1 2 3 4 5 6 7 8 تا زنجیره میزنیم. برای اولی 8 تا زنجیره میزنیم. برای بادامی اول 1 2 3 4 بار نخ رو روی قلاب میندازیم، 1 2 3 4 بار، و داخل زنجیره اولی قلاب رو فرو میکنیم. از نخ اول بیرون میاریم، از حلقه اول. حلقه دوم نخ روی قلاب، حلقه سوم نخ روی قلاب، حلقه چهارم و پنجم رو هم به همین شکل قلاب رو بیرون میاریم تا این بادامی رو تشکیل بده. دوباره 1 2 3 4 5 6 7. برای بادامی های بعدی 7 تا زنجیره میزنیم. 4 تا نخ روی قلاب. داخل 2 تا حلقه قلاب رو رد نمی کنیم، داخل حلقه پشتی. به این صورت قلاب رو بیرون میاریم. دو حلقه به این صورت. الان من 2 تا بادامی رو بافتم. شما به اندازه‌ای که دوست دارید بند کیفتون بلند باشه، بادامیاتون رو بیشتر میکنید. به هر اندازه‌ای که دوست دارید کیفتون بلند باشه. 6 7 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3 4 بار نخ روی قلاب، داخل حلقه پشتی 1 بار، 2 3 4 5 و 6. من الان این قسمت رو بافتم. خب من کامل این یک حلقه جدا رو بافتم. ما باید 2 تا از این حلقه ها رو داشته باشیم. خب برای مرحله بعدی داخل هر کدوم از این حلقه ها یه زنجیره میزنیم. 10 تا 11 تا پای کوتاه میزنیم. پای کوتاه 1 یه پای کوتاه، 2 3 4 5 6 7 8 9
البته بستگی به اینم داره که ببینم بادامی شما چقدر بزرگ باشه. اگه بزرگتر باشه خب پای کوتاه بیشتری باید داخلش بزنید. داخل پای کوتاه روی گندمی روی پای کوتاه یه بست میزنیم، روی خود گندمی به این صورت نخ رو سفت میکنیم تا بستمون سفت در بیاد. یه بست میزنیم، یه بار دیگه با دقت نگاه کنید، داخل این پای کوتاه یه بست میزنیم به این صورت، یه زنجیره، داخل حلقه بعدی هم به همین صورت 1 10 تا 11 تا پای کوتاه میبافیم. 2 3 4 5 6 7 8 10. به این صورت کل این رجم میبافیم. من این ردیف بالای بند رو بافتم، حالا به قسمت برگشتش رسیدم. دوباره اون طرف بند رو دوباره به همین صورت پای کوتاه پر میکنیم. دوباره 10 یا 11 تا پای کوتاه برای قسمت بالای بندم پای کوتاه می بافیم. 6 7 8 9 10. به این صورت کل حلقمون باید داخلش رو پای کوتاه بزنیم. روی پای کوتاه رو دوباره یه بست میزنیم، یه زنجیره، حلقه بعدی رو به همین صورت لبه بالاییش رو دوباره پای کوتاه می بافیم. چهار 5 6 9 10. 10 یا 11 تا جایی که حلقمون پر باشه، خالی نباشه. حالا بستگی به بافت خودتون داره. یه بست میزنیم، یه زنجیره، این لبه بالایی رو دوباره به همین صورت پای کوتاه می بافیم. گفتم که خیلی راحته. خب من یه طرف بندم رو بافتم به این صورت، رسیدم به دونه آخری. حالا روی گندمی یه بست میزنیم که وصل بشن به هم به این صورت، یه زنجیره. خب کارم تموم شده. الان نوبت وصل کردنشه. کارم تموم شده به این صورت. این چقدر زیباه. من یه حلقه بعدیشو با رنگ دیگه بافتم
که وقتی روی هم میندازیم که به هم وصلشون کنیم کاملا برای شما مشخص باشه که یادش بگیرید چجور به هم وصلش کنید. وصلش خیلی مهمه، چون اگه درست وصلش نکنید شکل گیسبافش به هم میخوره. دوتا رو هم میندازیم، حلقه بالا، بند بالایی رو از حلقه پایینی رد میکنیم. دوباره دست روش بگیرید که صفر بمونه. دوباره بند بالایی از حلقه پایینی از حلقه زیری رد میشه به این صورت. الان رنگ کرممون اومد رو. یه بار کرم میاد رو، یه بار قهوه‌ای نسکافه میاد رو. دوباره کرمیه رو از حلقه پایینی حلقه زیری رد میکنیم. با آرامش که انجامش بدید خیلی آسون و راحته. حتی میتونید اول بندا رو اتو کنید که براتون راحت تر باشه. حلقه بالایی رو از زیری رد میکنیم به این صورت، صافش میکنیم که شکلش کاملا مشخص باشه. دوباره حلقه بالایی از زیری رد میشه تا وقتی که شکل خودشو نشون بده به این صورت. دوباره حلقه بالایی از بند بالایی از حلقه پایینی رد میشه. دستتون رو روش فشار بدید تا تخت بشه، صاف بشه به این صورت. کاملا شکل خودشو نشون داده. دونه آخری رو رد کنیم. دوتا رو با هم، دو سر بندا رو که به هم بگیرید صاف کنید، کاملا خودشو نشون میده. خیلی قشنگه، خیلی زیباست. امیدوارم به راحتی یادش بگیرید و برای خودتون ببافید. ممنون از شما.